عجیب آریانا سعید در کنسرت لاس ویگاس. رقص و پایکوبی آریانا سعید با مردان و کارهای غیر قابل باور وی در این کنسرت. در ادامه با ما باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. امید لباس عافیت بر تن داشته باشید. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهایمان. آریانا سعید آوازخوان مشهور افغانستان از مادر تاجیک و پدر پشتون به دنیا آمده است. وی زمان کودک بود به پاکستان مهاجرت کرد و دوره جوانی و نوجوانی خود را در سوئیس سپری کرد. بعدا روانه کشور بریتانیا شد و در رشته اداره و تجارت تحصیل کرده است. سند لیسانس خود را به دست آورد. وی از دوران تحصیلات خود به هنر موسیقی علاقمند بوده و از همان زمان شروع به آواز خواندن کرد. هرچند خانواده آریانا سعید سنتی بوده و با هنر وی مخالفت کردند، اما بعد از اینکه صدای آریانا سعید به گوش خانواده‌اش رسید و در میان علاقمندان خود شهرت پیدا کرد، خانواده‌اش با وی راه افتادند. آریانا سعید توانست به زودی به قلب علاقمندان و طرفداران خود راه پیدا کند. آغاز کار هنری وی با جاوید شریف هنرمند محبوب کشور بود و بعداً با اجرای کنسرت در تلویزیون طلوع و سرودن آهنگ گل سیب شهرت بسزایی کسب کرد. آریانا سعید در سال 2018 با مستر منیجر خود آقای اسیب سعید نامزد شد. آریانا سعید همیشه کنسرت های پر جمع جوش را در داخل و خارج کشور برگزار می کند. آریانا سعید در کابل قبل از سقوط حکومت برند تجاری لباس را ساخت، اما از بخت بد آریانا تجارت وی سقوط کرد با آمدن گروه طالبان. آریانا سعید اخیراً کنسرت های در شهرهای مختلف امریکا برگزار کرد که میانگین قیمت تکت وی $150 می باشد و تمامی کنسرت های وی سولد اوت می باشد که در مجموع عاید وی بالای $300,000 می باشد. اما رقص های آریانا سعید در کنسرت هایش همیشه برای تماشاچیان جالب بوده است. به هر صورت در چنین شرایط چرا هموطنان ما به جای اشتراک در چنین کنسرت ها هزینه امین کنسرت ها را برای هموطنان بی‌بضاعت ما کمک نمی کند؟ خداوند هدایتشان بکند. ما برای آریانا سعید و جمله آوازخوانان مشهور و محبوب کشورمان آرزوی موفقیت های بیشتر و طول عمر می نماییم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را درباره این کارهای عجیب و غریب آریانا سعید در کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک نمایید. تا درودی دیگر، بدرود.